بچه اینجا محله که من از بچگی توی این محله بزرگ شدم، محله اهرستان. نگاه کنید و کوچه اصلی که من از دوران بچگی سپری کردم کوچه بابا بزرگمه که الان میبرم میدون ببینید. این کوچه یه که من از بچگی توش بزرگ شدم بچه ها، از بچگی. الان نمیدونم خونه بابا بزرگم به چه روزی افتاده، ولی خب میتونم برم ببینم، نشونتون بدم. برم ببینم. افغانی رفته توش، من یه بار اومدم افغانی رفته توش. حالا بذارید برم ببینم. این کوچه قدیمیه که من اینجا بودم بزرگ شدم. حالا یک لحظه ببینم و بیام. خیلی همه چی عوض شده. این زمین اینجا بود، ما اینجا فوتبال بازی میکردیم. خیلی حس خوبی داشت، اصلا بغض گلومو گرفته. این کوچه اینجا این همین جوری بود این خونه، ولی خب خیلی اون وقتا بزرگ جلوه میکرد برام. الان که دارم میبینم چقدر کوچه کوچیکه، کوچه تنگه. هیچ وقت اینجوری نبود. اینو خراب کردن. اینجا یه خونه کاگلی بود، اصلا اینجوری نبود. یه خود همه چی عوض شده. اینجا خونه بابا بزرگ من و تمام خاطرات بچگی من اینجا بود، این قسمت. و الان اصلا اینجا سقف داشت، این سقفش الان ریخته. این قسمت سقف بود، هنوز این سنگا اینجا خدا. اون پشت بونشه. این خونه بابا بزرگ منه دوستان که الان به این روز افتاده. الان کسی توش نیست. چرا افغانی هاشون؟ من اینجا بچگی کردم. دایی میگه الله روی دیوار نوشته بود، بیاد من اینشونو یادم هنوز که نه هنوز اینجا این الله رو با گل دایم روی دیوار نوشته بود. دلم میخواد زار گریه کنم، زار. این زنگی که به در خونه شونه هنوز هم هست، زنگ خونه بابا بزرگم. حتی اون یادگاری هایی که من نوشته بودم. بریم بابا جان، خیلی زود دیر میشه.